خب بچه‌ها ما الان دوباره اومدیم. فیلم قبلی رو اگه ندیدین هفته پیش گذاشتیم چون طولانی شد، قرار شد توی 2 قسمت بذاریمش. هفته پیش راجع به بحث داغ مهاجرت صحبت کردیم و دلایل عجیب غریبی که خیلی از ایرانی‌ها مهاجرت میکنن که اصلا آدم مغزش سود میکشه. آره متاسفانه. حتما تا آخر ویدیو رو ببینید چون که تفاوت‌های فرهنگی رو میخوایم بحث بکنیم که فکر می‌کنم برای خیلی‌ها هزار تا علامت سوال، برای خودم هم هزار تا علامت سوال وجود داره، ولی چون که شادی واقعا سالهای بیشتر از ما اینجا زندگی کرده، تو محیط کارشون بوده، تو محیط تحصیلشون بوده، حالا در این باره می‌خوایم حرف بزنیم کلی اطلاعاتمون بالا بره. بریم که رفتیم. نمیدونم جدیدا مد شده هر کی میخواد بیاد اینجا ناخونکار میشه. دیدی؟ می‌خواستم بگم فوش ندینا بچه‌ها، ولی واقعا مثلا یهو واسه من تو اینستاگرام مثلا تو یوتیوب و اینا می‌نویسن ما ناخونکاری بلدیم میتونیم بیایم. نمیخوام ناخونه من این ناخونمو درست کنم. بچه این ناخونه ماست به خدا. ببین اولا اینکه خیلی داریم ما، یعنی حتی مثلا من آشناها و اینایی که تازه مهاجرت کردم هر 7-8 تا دختر میشناسم که مثلا تو 1 سال گذشته مهاجرت کردن، همشون ناخونکارن. خب بعد اینو همینجا میخوام توی این دوربین بگم که بچه‌ها شاید باورتون نشه ولی از وقتی که 3-4 سال پیش اوکی بود جنگ اوکراین شروع شد نمیدونم چطوریه که اوکراینی هم اومدن اینجا ناخونکار شدن. آره اومدن اینجا ناخونکارن و یا آرایشگرن و فکر کنم شغلیه که خب مثلا تو ایران راحت میشه یه دوره گذروند و یاد گرفت و اومد اینجا. آره ولی شاید اگه مثلا شما 5 سال پیش می اومدین پایین حرفتون خوب میتونستین کار کنین، ولی الان متاسفانه اوکراینیا و روسا و اینا جاتون رو گرفتن. ما تو همین کوچه خودمون 3 تا سالن ناخن هست. آره ببین اصلا تو خیابون ما اینطوری نبود. خیابون ما رو که الان میری همش آرایشگاه شده، پشت سر هم آرایشگاه مثل ایران شده. هم تعداد ناخن‌کارا زیاد شده، همین که خیلی از اینفلوئنسرها الان دارن تبلیغ اینو میکنن که ناخنای خودتون رو دوست داشته باشید. آره دقیقاً. آره مثلا میبینی سوی طبیعی بودن همه چی داره پیش میره. خیلی از آدمایی که من خودم فالوشون میکردم و من همیشه ازشون الهام میگیرم الان حتی لاک هم به ندرت میزنن و اینم دیگه کم کم مثل موژه که دیگه داره از مد میفته. آره. موژه دیگه فکر کنم دیگه از مد افتاد. آره. اینم کم کم از مد میفته و این البته اینم بگم این ناخن بلد بودن، موژه بلد بودن، ابرو اینا میتونه کمک باشه که تو یعنی بلد بودنش ضرر نداره. آره 100%. هیچ کاری رو بلد بودنش ضرر نداره. به هر حال هر کاری تو بلد باشی به هر حال مفیده، ولی اینطوری نباشه که تو چون ناخونکاری بلدی پس بیای اینجا بهش تکیه نکن. آره رو حساب این نیا. این میتونه مثلا ماهای اول کمکت بکنه. آره. میتونه یه سالم کمکت بکنه تا تو زبانت را بیفته، تا تو مثلا خودتو پیدا کنی، بری یه سالانی 4 تا به تو مشتری بده، خرج زندگی یا خرج دانشگاه در بیاد. چرا که نه؟ ولی دیگه بگی من اینو بلدم پس مهاجرت کنم. آره. پس پولدار میشم. ببین من یه نفری بود قبل مهاجرت من میگفت شیوا تو عجب اشتباهی میکنی، برو آرایشگری یاد بگیر، چون که من یه نفر رو میشناسم کاناداست، این فقط بند میندازه و الان تو مثلا تبریز یه دونه آپارتمان خریده و سالاست اونجا داره بند میندازه. باشه واقعی بود؟ آره امکانش هست. ببین این شاید سال هست انقدر بند انداخته چه چیزایی من میشنوم امروز هست. چرا؟ واقعی بود. باشم تلفنی پیش من حرف زد. این انقدر بند انداخته، بعد سیاه هم کار کرده، بعد هم سیاه کار کرده، هم عادی مثلا روزانه می‌بینید 12 ساعت کار کرده. بعد همه پولاشو جمع کرده فرستاده ایران، همون داستانی که بهت گفتم، خونه خریده که ببین چشم 4 تا آدمو در بیاره. آره. ولی اوکی این برای اون بوده، همون اتفاق نمیتونه عین اون برای من بیفته. اصلا شاید من علاقه ندارم به این، من دوست دارم مثلا یه نوع کار دیگه داشته باشم، کار من مثلا فعالیت جسمانی بیشتر توش باشه، یا مثلا کاری باشه که من پشت میز بشینم. علاقه ها فرق داره بابا، اون برای اون بوده. این کار مال من نیست، علاقه من نیست. بذار من با همون چیزی که خودم تا الان بلدم به اون سرمایه گذاری کنم. همینش برام جالبه، چون تو ایران خیلی‌ها اصلا همه دانشگاه رفتن تحصیل کردن، همه تو ایران یا حداقل اینطوری که من میشناسم، یعنی هر کی که اومده اینجا مثلا یه لیسانس داره، یه چیزی داره حداقل. خب و مثلا من خودم یکی از دوستای خیلی صمیمیم فوق لیسانس معماری داشت تو ایران، اومد مهاجرت کرد اتریش، هم از وینه، رفت مثلا گرافیک دیزاین خوند. خب فکر کنم بهت گفتم مثلا داستان برای 7 سال پیشه، رفت گرافیک دیزاین خوند و مثلا منوی غذاها رو گرافیک، یعنی چیز واقعی. آره نه که وبسایت و اینا نبود. خب رفت اونو خود. بعد 2-3 سال که دیگه تکنولوژی پیشرفت کرد و چت جی پی تی اومد و اینا، اصلا از بین رفت کارش.
ببین کارش از بین رفت. فکر کن اینجا 3 سال رفت هتل خونده، یعنی 3 سال درسشو خوند واسه این کار. بعد برای اینکه میگفت خب مثلا من علاقم این بوده دیگه. بعد الان تکنولوژی پیشرفت کرد و کارش از بین رفت و اینا، الان نشسته خونه افسرده، صبح تا شب گریه میکنه. بعد بهش میگم بابا تو ایران معماری خونی، تو فوق لیسانس معماری داری، یعنی اصلا هیچی، این همه درس خوندی چی شد پس؟ چون قشنگ اینجا مثلا عمران و معماری و اینا خیلی براش کار هست. ولی مثلا اینطوریه که انگار مهاجرت میکنن اون درس رو انگار الکی خوندن تو ایران که فقط یه مدرکی داشته باشن. بچه‌ها میشه جواب اینو توی کامنت ها بدین؟ یعنی من واقعا الان جواب دارم، ولی دوست دارم بچه‌ها هم نظر خودشونو بگن. آره. تو فکر میکنی این رشته‌ای که توی دانشگاه خوندی، رفتی لیسانسشو فوق لیسانسشو گرفتی، الان انقدر اعتماد به نفسشو داری که بری با این تو اروپا دنبال کار بگردی؟ شادی، کیفیت تحصیل توی ایران خیلی پایینه، کیفیت تدریس خیلی پایینه، واقعا یاد نمیگیری. یعنی واقعا چیزی به در بخوری به تو یاد نمیدم، مگر اینکه بعضی از دانشگاه و بعضی از دانشجو انقدر شانس بیارن استادای خوبی به پستشون بخوره، این استاد در حد در طی این چند تا واحدی که با این دانشجو داره یه مقدار از علمش رو به این انتقال بده و اینم که فراره میپره و تو سری وارد بازار کار نمیشی که بتونی اینا رو به کار بگیری. مثلا خواهر من که خودش الان دکوراتور کیکه، این خواهر من رفتش که مهندسی معماری خوند، ولی ببین فقط خوند دیگه، برای این پوزیشن شغلی وجود نداشت. توی ایران خیلی سخته تو بخوای استخدام بشی و همش یادش رفت. یعنی چند سال گذشت من گفتم اوکی پس میخوای چیکار بکنی، نمیخوای مثلا شرکت؟ گفت شیوا اصلا من یادم نمونده چی خوندم. و یه جوری هم نیست سبک تدریس و تحصیل توی ایران که تو بعد از این یادت بمونه، واقعا یادت میره. آره. صرفا برای امتحان میری حفظ میکنی. آره. مثل این شکلی نیست. من میبینم اینجا چه جوریه وضعیت دانشگاه و مدارس، تو هی داری اینا رو به کار میگیری. وقتی یه چیزی بهت یاد میدن بعد بهت پروژه میدن، بعد تو اینا رو هی به کار میگیری. بعد مثلا استادا واقعا میان حساسن روی پروژه تو، دقیق میشن، ایراد میگیرن، اصلاح میکنن، دوباره میری بعدی. نه تو ایران خیلی از اساتید، یعنی البته سوء تفاهم نشه که واقعا اساتید خیلی خوبی هم داریم. من خودم داشتم اساتیدی که هر روز بابت داشتنشون خدا رو شکر کردم که انقدر به من درس درست دادن، ولی اساتیدی هم هستن که صرفا دارن رفع تکلیف میکنن، یعنی سر کلاس. ببین من یه خورده قبول ندارم حرفتو. چرا؟ حالا اینکه کیفیت دانشگاه و درس و اینا تو ایران فرق داره با اینجا، ممکنه اینطوری باشه. من خودم دانشگاه نرفتم تو ایران، خب ولی من توی تهران هنرستان معماری بودم. خب بعد هنرستان رو دیگه اصلا اینطوری بود که من گفتم میخوام برم هنرستان معماری، همه فامیلا میگفتن بیا دختر خنگه داره میره هنرستان. دور هست. آره دیدی مثلا یه چیزیه که تو ایران مثلا هنرستان دیگه کسی که هیچی بلد نیست انگار میره. آره. ولی من چون مام بابام خب قبلا اتریش زندگی کرده بودن، بابام اینجا درس خونده بود و اینا، بابام هی بهم گفت برو هنرستان معماری. بعد دیگه منم پاشم رفتم هنرستان و حالا اینکه خیلی خوش میگذشت و عشق و حال بود و ایناش به کنار. ببین من تمام چیزهایی که توی اون 2 سال هنرستان معماری خوندم، بعدن که اومدم اتریش همشو تو کارم تونستم انجام بدم. ببین تو بلافاصله اومدی نه؟ آره من دقیقاً دیپلممو که گرفتم اومدم. خب بعد اینطوری بودش که اومدم اینجا، بعد رفتم HTL، یه دوره 3 ساله‌ایه که حالا رشته‌ای که من بود مهندسی سازه بود ولی چیزای مختلف داره. خب رفتم اونجا و من دیدم من میشینم سر کلاس، با اینکه آلمانیم هم خیلی خوب نبود، من 1 سال آلمانی خوندم، بعد دیگه رفتم اونجا سر کلاس، بعد دیدم خیلی چیزایی که داره میگه هموناست واقعا که من تو هنرستان تهران بهم یاد داده بودن. درسته. یعنی به نظر من اینطوریه که خیلی ها هستن که فقط میرن اونجا مثلا بعدن بیان بگن به خانواده به فامیل بیا من مدرک گرفتم. میدونی؟ ولی خیلی هم هستن، یعنی باید شخصیتت این باشه که تو داری میری دانشگاه میخوای بری یاد بگیری. میدونی اینطوری نباشه که تو داری میری فقط صرفاً این که رفته باشی مثلا وقتت بگذره یه مدرکی گرفته باشی. خیلی هم بودن کلاسمو میشستم مثلا، حالا من خرخون نبودم اصلا اینطوری فکر نکنم که مثلا بچه خرخون بودم. یه لحظه اونطوری فکر کردم. نه من واقعا اتفاقا درسم خیلی بد بود. من مثلا املای 5 دبستانمو 8 شدم. به خدا افتادم تجدید شدم. فکر کنم مثلا 8 شدم، بعد مامانم اومد به معلمی گفت تو رو خدا به این 10 بده مثلا این خارج اومده حالا الکی. ضعیف. آره ولی مثلا این یعنی اصلا آدم درسخویی نبودم ولی برام جذاب بود یه چیز جدید یاد بگیرم. بعد اینکه تو مثلا دیگه تصمیم گرفتی بری مثلا برق بخونی، میخوای بری معماری بخونی، خب بعد برات جذاب باشه بخوای یاد بگیری دیگه. اون معلمه که داره بهت یاد میده خب معلومه اینجا هم همینطوریه، نمیدونم اینجا رو میدونی یا نه.
مثلا اینجا من چند ترم دانشگاه تکنیک رفتم معماری، اینجا پروفسور فقط میره مثلا یه سالن 200 نفر نشستن، پروفسور اونجا یه چیزایی یاد میده، تموم میشه میره. تو بعد خودت بری دنبالش، دانشجویی دیگه، تو بعد خودت بری دنبال پروفسور، بعد بری بپرسی، از اینجا پیدا کنی از اونجا پیدا کنی. یعنی اینطوری نیستش که مثلا فکر کنی اون معلم وظیفشه که بیاد حالا دونه دونه همتون رو ببین کاملا درست میگی شادی، کاملا هر دو تا نکته‌ای که گفتی من کاملا موافقم. و هم این که اینجا پروفسورها ممکنه اونجوری تدریس نکنن، حتی توی ایران خیلی دلسوزانه تر تدریس بکنن، و همین که دانشجوها توی ایران ممکنه که اهمیت ندن به درسشون، اینجا خیلی بیشتر اهمیت بدن. ولی هر دوتاش دلیل داره. ببین اونی که توی ایران، ببین اینجا چرا دانشجو میره میپرسه، خودش میره دنبال قضیه، میره سرچ میکنه. ببین اینقدر اینا ریشه داره، اینقدر عمیقه این بحثا که ساعته میشه در موردش حرف زد. ببین اینا از بچگی یاد گرفتن که باید یه چیزی رو برن در موردش تحقیق بکنن. اینا ببین سیستم آموزشی مدارس ما توی ایران اینه که حرف اول و آخر رو یا معلم بوده یا ناظم بوده یا مدیر اون میزنه. اون دانای بزرگه و هیچ چیزی برای کشف کردن برای تو دیگه باقی نمونده و تمام چیزی که ما داریم بهت میدیم، تمام کتابایی که تو در اختیارت داری همینه که هست و این همش کاملا درسته. نمیدونم منظورم میرسونم یا نه. آره دیگه جایی نمیذارن که تو بخوای بری دنبال چیزی. آره یه دوره‌ای هم هستش یه آدمی رو میفرسته باهات حرف میزنه، میگه خب تو این رشته رو بخون، تو این رشته رو بخون، میدونی؟ چون اینجا یا ایران؟ نه ایران. چون من نمیدونم پرورشی نبود، یه چیزی بود. یادمه که قبل اینکه من بخوام برم هنرستان، سوم راه اول دبیرستان بودیم دیگه. آره یکی اومد گفتش که من همیشه تجربی دوست داشتم، اصلا عشقم این بود که دل و روده مردم رو وا کنم به خدا. مثلا خیلی این کارو دوست داشتم. بعد شیمیم خیلی بد بود. بعد یه آدمی هم اومده آورده بودن اونجا نشونده بودن، دونه دونه میرفتیم جلوش، یارو نمراتو نگاه میکرد، بعد خیلی راحت یارو بهم گفتش، گفت چی دوست داری بخونی؟ گفتم من خیلی پزشکی دوست دارم بخونم و اینا. بعد یارو نگاه کرد، تو که شیمی تو 14 شدی، با این شیمی میخوای برو مثلا ریاضی بخون، ریاضیت خوبه. ببین و منم اومدم بیرون همینطوری. بعد اصلا فکر نکرد. بعدم دیگه اومدم بابام گفتن چی گفت یارو؟ گفتم اینو گفت. بعد بابام خب خودش مهندس معماره دیگه. بابام گفت خب خوبه دیگه، ریاضیت خوبه، بیا معماری برو بخون، برو هنرستان معماری. یعنی اصلا دیگه تموم شد. دیگه این دوره‌ای، چون اینجا یه دوره‌ای هستش مثلا بچه‌ها دیپلم میگیرن، اصلا طرف 2-3 سال میشینه فکر میکنه من الان چی میخوام بخونم. اون همونجا دقیقاً تموم شد که خب دیگه من ریاضیم خوبه، شیمیم بده، پس تموم شد دیگه، میرم یه کار دیگه انجام میدم. میبینی یعنی اول برای تو تصمیم گیری میشده، بعد تو ببین ما بارها توی سالن‌های مدرسه، توی کلاس‌های مدرسه به این جواب برخوردیم که چون من میگم. یعنی مثلا خانم معلم چرا این اینجوریه، یا من اینو نمیخوام، یا من چرا با این کارو، چون من میگم. یعنی در کل جایی برای ما وجود نداشته که ما بخوایم تحقیق بکنیم، یا ما بخوایم یه چیزی رو اکتشاف بکنیم، یا دنبال قضیه بگیریم، یا روی یه چیزی بخوایم ایراد بذاریم و بگیم شاید این درست نباشه. این یکی از مسائل ریشه‌ایشه که هزار تا مسائل ریشه‌ای دیگه اینجا وجود داره. اینه که این دانشجو میره دنبال قضیه. یه مسئله دیگه، خب این میدونه که اگه درسش تمام بشه قرار بره سر کار. و این میدونه که برای اون کار باید اینو بلد باشه. و این میدونه اگه بلد نباشه اخراج میشه و هزار تا دلیل دیگه. یا مثلا میخواد برای فلان شرکت بعد از فارغ التحصیلیش درخواست بفرسته و فلان شرکت استاندارداش بالاست، پس من باید خیلی خوب یاد بگیرم. ببین این امیده شاید توی ایران وجود نداره برای خیلی از رشته ها. این فقط میخواد، به خیلی از دانشجوها توی ایران فقط میخوان مدرکه رو بگیرن که دل مادر پدرشون راضی بشه. میدونه که قرار نیست این درسش تموم بشه بره فلان شرکتی استخدامش بکنن بلافاصله. پس اون انگیزه وجود نداره که بخواد بره آنچنان تو دانشگاه درس بخونه و استادا هم اینو میدونن و اون تدریسی که لازمه رو انجام نمیده. و اینم اصلا ببین سر کلاسش دیگه نمیره دنبال تحقیق که چی بشه، چرا برم تهشو در بیارم. من که فقط قراری مدرک رو بگیرم، آخرش برم دنبال علاقم. آره خیلی دردناکه ها. بذار من درسم تمام بشه میرم دنبال علاقم. خب چرا از همون اول نمیرن دنبال علاقه‌شون؟ 90% دوستای من، 90% آدمایی که میشناسم گفتن که چه اشتباهی کردیم رفتیم دانشگاه. آره خب همونو میگم دیگه، فقط برای اینکه مثلا تو اجتماع بگن ما درس خوندیم. خانواده تو نمیتونی به پدر و مادرت بگی مثلا من این نمیرم همونیه دانشگاه. که مثلا من بابام گفتم برو هنرستان، همه فک و فامیل اومدن گفتن واسه چی میفرستی هنرستان؟ نمیدونم هنرستانای معماری و گرافیک اونم تازه تو تهران نمیدونی چه کارایی میکنن و فلان. والا ما رفتیم اونجا هیچ کاری هم نمیکردن، درسمون رو خون تا 12 شب میشستیم ماکت درست میکردیم. تا 12 شب اونجا آره بودین؟ خیلی اصلا خیلی سخت بود همه چی. ولی مثلا اینکه خب بابا
آپشنای دیگه هم وجود داره. طرف حتما نباید بره دکتر بشه، مهندس بشه، فوق لیسانس بگیره. میدونی اصلا این نیست. در حالی که مثلا اینجا تو اروپا مثلا طرف 14 سالش که میشه سیکل میگیرن دیگه، 14 سالی فکر کنم. اونجا طرف میره تصمیم میگیره خب من میخوام لوله کش بشم، میره 2 سال دوره لوله کشی میگذرونه. مثلا من میخوام سیم کش بشم، نه که مثلا مهندسی برق فرق داره ها، مثلا مهندسی تاسیسات اینا فرق داره. مثلا طرف فقط اینکه بره سر ساختمون لوله کشی بکنه. آره. میدونی مثلا یه دوره 2 ساله میگذرونه، یا اصلا حتی میخوای آرایشگر بشی همون 14 سالته میگه خب من میرم 2 سال دوره آرایشگری یاد میگیرم. ببین دیگه نمیره 6 سال دانشگاه همون تا دیگه. 24 5 سالگی فوق لیسانس بگیره، عمرشو تلف کنه، بعد دانشگاه آره. تموم میشه میایم بیرون. هیچی. آره. حالا بیا از اول شروع کن. پسر باشه تازه بعد بره سربازی برای اینکه بتونه پاسپورت بگیره، پس فردا روز مسافرت بره، بهش زن بدن. بعد از سربازیش میاد 2 سالم که برای اون تلف میشه، تازه بخواد شروع بکنه با جیب خالی شغلی رو شروع بکنه. در سرم یادش رفته اگرم بلد باشه. شاید بعضی درسی که خوندن در رابطه با همون رفتن کار کردن به درشون خورده، ولی ما داریم عمومی صحبت میکنیم. من 90% آدمایی که میشناسم، حداقل بگم 80%شون درسی که خوندن بیش دردشون نخورده. ببین یکی از دوستای ما مهاجرت کرده اخیراً، توی دانشگاه برنامه نویسی خونده 4 سال از عمرت. الان میگم خب ببین اینجا خیلی این رشته خوبه و تو میتونی کار پیدا بکنی. میگه من اصلا الان لپتاپو جلوم باز بکنیم هیچ کاری نمیتونم انجام بدم. میگه من دانشگاه همینجوری میرفتیم که درسم تموم بشه، مثلا هیچ یاد نگرفتم، فقط نمره ها رو نمیدونم چجوری گرفتم. خیلی از آدم‌ها اینجوریان و دلایلش هم تقریبا گفتم. این دوتاش من 2 تا از دلایلاشو گفتم. فکر می‌کنم دلایل خیلی زیاد دیگه هم وجود داشته باشه که چرا ما درسایی که توی دانشگاه میخونیم باعث نمیشه که ما موفق بشیم توی اون رشته. آره خیلی عجیبه. برای مثلا من شانس آوردم، من اولش یه رشته دیگه قبول شدم، تبریز، همون دانشگاه سراسری، ولی تبریز یه دانشگاه دیگه هم داره، شهید مدنی، اونم سراسریه. بعدش جوابای تربیت بدنی اومد و من مثلا از بچگی ورزشکار بودم دیگه. از 5 6 سالگی خیلی از دوستان میدونن که من کاراته کار میکردم، همیشه تو ورزش بودم کل عمرم. مثلا اگه مدرسه 9 ماه مدرسه میرفتیم، من 3 ماهش غایب بودم تو مدرسه چون مسابقات بودم. بعد دیگه جوابای تربیت بدنی اومد و من گفتم اوکی شیوا، درست رشته‌ای که الان داری میخونی خیلی خوبه، ولی تو از این لذت میبری و تو آینده هم اگه بخوای کار بکنی دوست ترجیح میدی تو این کار بکنی نسبت به این. چه رشته‌ای میخوندی؟ من رشته زبان میخوندم. زبان انگلیسی؟ ادبیات زبان. آره به زبانم خیلی علاقه داشتم، ولی احساس کردم برای آینده‌م یه چیزی نیست که من بخوام مثلا توش شغل داشته باشم. شاید خیلی موفق می‌شدم، شاید میتونستم یه آموزشگاه بزرگ بزنم، چون من تدریسم هم خوبه، میتونستم مثلا مدرس خوبی بشم، ولی علاقه بیشتر من تربیت بدنی بود. ولی من تونستم خانواده‌مو راضی بکنم، بگم من دانشگاهمو عوض می‌کنم و رشته‌مو عوض کردم، رفتم خود دانشگاه تبریز تربیت بدنی. ببین من لیسانسمو گرفتم کافیم بود. ولی من باید فوق لیسانس میخوندم، چون مامان من مثلا خیلی دوست داشت دخترش مثلا فوق لیسانس بگیره. بابای من خیلی دوست داشت. جدا از مامان و بابای من این قضیه توی جامعه ما مهم بود. طرف فوق لیسانس داره. بعد من به بابا مثلا همیشه قول داده بودم بابا من دکترا میگیرم، مثلا فوق لیسانس هم تموم شد دکترا قبول شدم، رفتم دکترا بخونم و منو خانم دکتر صدا میکردم و این به من خیلی میچسبید. ببین ایناست که ایناست که دیگه دور میشی. دیگه میری تو عالم، توی سیکل معیوب، میری دانشگاه، این لیسانس تموم کن، فوق لیسانس تموم کن، دکترا دیگه انگار باید انجام بدی. آره دقیقاً. حالا اینی که تو داری میگی، طرف مثلا اگه اینجا باشه، اون طرف مثلا از همون 20 سالگی تصمیمشو میگیره من میخوام آکادمیکر بشم که برم دکترا بخونم، همیشه تو دانشگاه کار کنم به عنوان آکادمیکر، یا اینکه نه میخوام مثلا لیسانسمو بگیرم برم تو بازار کار معمولی. شما تصمیم میگیرین، شما این فرصت رو داشتین یا اینجا این فرصت رو دارن، میگه من یا میخوام توی دانشگاه بمونم یا برم تو بازار کار. آره دیگه. ما هیچ وقت به این فکر نکردیم. باور کن الان دارم فکر می‌کنم چه باگی بزرگی داشتیم. آره منم همینو میگم، واسه همین میگم مثلا هر کی که اینجا مهاجرت کنه همه فوق لیسانس هم ولی هیچکی نمیره توی اون کار. پس دلیلش اینه. خیلی عجیبه ها. آره دلیلش اینه. چقدر ولی وقت و عمر آدم الکی میره. چقدر حیف. خیلی الکی رفته. و فکر کن این جوانا توی این مثلا 6 سال تو تا فوق لیسانس تو بگیری 6 سال میشه، گاهی وقتا یه سال این وسط فاصله میفته که درس خون باشی قبول شی. 6 سال تموم میشه. آره دقیقاً 7 سال تقریبا 6 7 سال
تو این 6-7 سال چه کارایی میتونست بکنه، آره. چه چیزای دیگه میتونست یاد بگیره، میتونست وارد بازار کار بشه، کلی تجربه. بعد چیکار کرده؟ به جاجایی رفته دانشگاه، اومده خونه درس خونده، رفته امتحان داده، اومده خونه. این وسط هم شاید یه کوچولو کار کرده باشه یه جایی که فقط بتونه هزینه‌های مثلا روزانه‌شو در بیاره. و خیلی حیفه این بلا سر خیلی از خیلی هم در موردش کم صحبت میشه، ولی این بلا سر خیلی از جوانای ایرانی اومده. و دیگه تو سنت که دیگه میشه مثلا 26-7 سال و تازه درس و دانشگاه تموم شده و از خودت انتظار داشتی که توی این سن یه چیزی ساخته باشی، یه چیز ارزشمند، یه ارزشی ایجاد کرده باشی و میبینی هیچ خبری نیست. اینجاست که خیلی‌ها دیگه افسرده میشن، به سمت مثلا سیگار کشیدن، مشروب خوردن یا یه سری مواد دیگه میرن. همه اینا دلیل ریشه‌ای داره، یعنی میشه گفت تقصیر خودشون نیست. اصلا نمیدونن چرا این بلا سرشون اومده، نمیدونیم که چی شد اینجوری شد. میبینی به تو میگم من هیچ وقت با این تصمیم روبرو نشدم برم تو بازار کار یا آکادمیک بشم. ما فکر میکنیم به صورت خودکار که ببین جامعه، محیط، همه چی همکلاسی، این به ما القا میشه که من دیگه لیسانسم تموم شد باید برم فوق لیسانس بخونم. نخونم چرا نخونم؟ مگر اینکه یه شغلی اینجا آماده باشه من برم انجامش بدم. وگرنه چه کار مفیدتری وجود داره مگر اینکه به جای اینکه من برم فوق لیسانس بخونم. اینجوریه که این اتفاقا میفته. خیلی عجیبه واقعا. الان یه خاطره نسبتا با مزه یادم افتاد. من خودم تازه که از ایران اومده بودم، خب رفتم هتل و یه درسی داشتیم اسمش باویرچافت بود، یعنی اقتصاد ساختمانی مثلا اینطوری. خب بعد اونو یه جزوه‌ای داده بود که مثلا یه سری عدد مدادا بود و بعد مثلا آخر سر حساب می‌کردی حقوق خالص یک کارمند چطوری اون به دست طرف رسیده میشه. بعد این مثلا یه سری عددایی داشتش که مثلا ضرب در 12% می‌کرد، تقسیم بر نمیدونم 0.8 می‌کرد و اینا. یه سری عددای مشخصی بود که از قبل وجود داشت. بعد ما امتحان اینو داشتیم و منم همه رو حفظ کرده بودم، این عددا رو قشنگ حفظ کرده بودم که برم همه رو مثلا انجام بدم و 20مو بگیرم بیام بیرون. بعد قبل امتحان مثلا همیشه بچه‌ها میومدن میگفتن خب بچه‌ها این سوال چطوری انجام میشه، این سوال چطوری انجام میشه و اینا. رسید به این سوال من گفتم من اینو خوب بلدم. بعد همه اومدن، همه اتریشی دیگه اومدن دورم جمع شدن که من بیام اینو توضیح بدم. منم با اتحاد به نفس گفتم خب اگه مثلا این حقوق 2000 یوروه، اینو ضرب در 12% میکنی، بعد منهای این میکنی. بعد یهو گفتن که خب اینایی که داری میگی چیه؟ گفتم چیه؟ گفت خب مثلا این 12% که ضرب کردی چیه؟ گفتم نمیدونم دیگه، این ثابته دیگه، این عدد همیشه هست. بعد یارو گفتش خب یعنی چی همیشه هست؟ عددیه که مثلا از سازمان اقتصاد اتریش داده شده. خب اونا رو مثلا حفظ کرده بودم، داشتم همینطوری میگفتم بهشون. بعد میگه خب حالا الان مثلا تقسیم بر این 0.3 کردی مثلا این چیه؟ بعد گفتم نمیدونم دیگه، اینا همینان دیگه، اینجا نوشته، من همینا رو حفظ کردم که آخر سر برم 20مو بگیرم بیام بیرون. و همش گفتم برو بابا تو که اسکل مسکلی اصلا نمیدونی چیه، همین الکی داری عددا رو ضرب و تقسیم می‌کنی که آخر سر به مثلا هدفت برسی. دیگه همه رفتن سر یکی دیگه که میدونست. خب بعد چیکار می‌کردن؟ ببین خب طرف می‌خواست بدونه که اینایی که داره انجام میده چیکار داره میکنه. میدونی ما تو ایران هم که تو میگی، من فقط یاد گرفته بودم حفظ کنم عددا رو که آخر سر به این برسم که عدد آخر درست در بیاد، من 20مو بگیرم برم. درسته. دیگه دنبال این نبودم. آره مثلا دنبال این بود که مثلا این 12% مالیاتیه که حتما به خاطر چیچی بازنشستگی در این سال تا این سال برداشته میشه و فلان و اینا. وای شدی. خیلی عجیب. اصلا من بعدن تازه من اون موقع خوبه مثلا زود فهمیدم، مثلا یه ماه اولی بود که اومده بودم داشتم درسی خوندم، یهو بخوام گفتم واقعا مثلا من فقط اومدم اینجا که درس بخونم و نمرم مثلا خوب بشه. خوشحالم بودم که نمرم خوبه. یاد بگیره. آره. خب شاید یه سوال تو فرض کن برای آدمی که توی ایران لیسانس یا فوق لیسانس مثلا مکانیک گرفته، تربیت بدنی گرفته یا هر رشته دیگه، و توی یه سن رو در نظر بگیریم 28 سالگی داره مهاجرت میکنه، تو پیشنهاد میدی که به نظر تو، حالا پیشنهاد که به خاطر اینکه الان ما فقط 2 نفریم و بهتره که از تجربه خودمون اینجا استفاده بکنیم برای شما، تو جای اون باشی، بذار اینجوری بگم، تو جای اون باشی میری یه رشته دیگر از اول اینجا شروع بکنی بخوندن یا همونی که خوندی و دیگه میچسبی بهش ادامه میدی؟ ببین من ایران رو نمیدونم، ولی مثلا من اگه همین الان بخوام مهاجرت کنم برم آمریکا، مسلما همین رشته مهندسی سازی که خوندم اونجا ادامه میدم. میدونی چرا میپرسم؟
خیلی سوال بزرگیه برای آدمایی که دارن مهاجرت میکنن. همه یه لیسانس یا فوق لیسانسی دارن و میدونن که توی کشور مقصد یه رشته‌ای هست که خیلی خواهان داره و خیلی مثلا تضمین شده است. براشون سواله که من برم اونجا از اول شروع کنم، برم دانشگاه تو سن مثلا 25 سالگی یا 27 سالگی. میارزه تو باشی این کارو میکنی؟ اگه بدونم که اون درسی که خوندم، مثلا حالا مکانیک مثالی که زدی، مکانیک اینجا خب خیلی کاربرد داره، خیلی آره. ها میخوان خب ولی خیلی آخه بستگی داره طرف چی خونده باشه، اینطوری نمیشه گفت. یا مثلا موسیقی، خیلی ها میدونی خیلی ها از طریق موسیقی میان اینجا و فکر کنن اینجا میرن مثلا موزیسین توی اپرا میرن ساز میزنن. این رشته هاییه که توی اتریش، اصلا اتریش کشور هنر و موسیقیه دیگه، رقابت خیلی بالاست. درست. یعنی تو تا وقتی مطمئن نباشی نابغه‌ای اینجا خیلی شانسی نداری. واسه همین میگم بستگی به این داره که طرف چی خونده باشه. خب فکر کن اوکی حقوق خونده یا روانشناسی خونده یا هنر خونده که دیگه میدونه اینجا این دیگه خیلی انقضاست. شانسی نداره. آره. من باشم میام اینجا از اول یه رشته جدید شروع میکنم. حتی اگه 28 سالت باشه یا 30 سالت باشه. آره این کارو میکنم. میدونی چرا؟ چون مثلا حقوق اگه خونده باشه اون حقوق ایرانو خونده. به هر حال بیاد اینجا بعد بره رشته دیگه بخونه. یا مثلا اگه روانشناسی خونده باشه اون مثلا یه آدمی که فارسی زبانه رو میتونه روانکاوی کنه. اینا یه رشته‌های تریکی دیگه. بعد بره به نظر من یه رشته از اول اینجا بخونه که چیزش 4 ساله 5 ساله اینقدر تفاوت ایجاد نمیکنه. آره. برو درستو بخون. حالا تو میگی 4 ساله 5 ساله، ولی مثلا اینجا همونطور که گفتم مثلا خیلی دوره‌های 2 ساله هست. آسپیلدونگ احتمالاً بچه‌ها بدونن. آره. یعنی اینجا تو اینطوری نیست که فقط برید دانشگاه 5 سال درس خونی. تو مثلا میتونی بری نمیدونم مثلا همین وکالت خوندی، میای اینجا با اون وکالتت نمیتونی کاری کنی، میگی خب من میرم 2 سال آسپیلدونگ پرستاری میگذرونم، مثلا میرم 2 سال آسپیلدونگ آیتی، حتی آیتی هم آسپیلدونگ داره، خیلی چیزا هست که آسپیلدونگ داره. خب مدرکش مثل مدرک دانشگاه این کاربرد رو داره که تو باش استخدام بشی. ببین آسپیلدونگ سال اول به بعد همونجا بهت پیشنهادهای کاری میاد. یعنی انقدر اینجا نیاز دارن به کسایی که آسپیلدونگ گذرنده باشن که واقعا اونقدی نیستش. مثلا من خودم هتل گذروندم، دورش 3 سال است. هتلم تموم نشده بود، 1 سال مونده بود که تموم شه، توی یکی از شرکت‌های خفن وین من شروع کردم به کار. ون کنسال که برای اوبب است، برای قطارهای شهری شهری نه اوبب برای کل کشور اتریش، قطارهای مسافرتی دیگه. مثلا اونجا من شروع کردم کارآموزی گذروندن، بعد 6 ماه کارآموزی استخدام واقعی شدم اونجا، با اینکه من هنوز داشتم مدرسه میرفتم، هنوز داشتم هتل میرفتم. یعنی واقعا یه چیزایی هستش که از دانشگاه خیلی بهتره، مگر اینکه میگم هدف تیم باشه که آکادمیکر بشی مثلا، یا هدف تیم باشه مثلا بگی من میخوام برم رئیس بخش فلان چیز بوش بشم، اون موقع آره باید مثلا فوق لیسانس داشته باشی. با آسپیلدونگ نمیتونی بری رئیس بوش بشی. درسته. یا مدیر مثلا یه بخش بزرگی از یه کمپانی بشی. آره. تایتل میخواد. ولی برای اینکه شروع بکنی استخدام بشی، حالا بعد از اینکه استخدام میشی هم ارتقا وجود داره. تو یه ارتقا پیدا میکنی، بستگی به کارت داره. دقیقاً. من بعد اینکه هاترم تموم شد رفتم تئو هم گذروندم چند تا ترم. بعدش دیدم که اصلا برای من نیست. برای اینکه خیلی طول میکشه تا درس آدم تموم شه، همون 5-6 سالی که تو میگی. اذیت میشی. هم این که دیدم من با این مدرک هتلی که الان دارم، من بخوام همین الان کار بکنم تا بخواد لیسانسم فوق لیسانسم تموم شه، من 10 سال تجربه کاری کسب کردم. همین الان حقوقی که من الان دارم شاید 2 برابر کسیه که فوق لیسانسش تموم شده. واسه چی باید وقتمو اینطوری به بتالت نیست، نمیگم نرین درس بخونین، هدفت مهمه. هدف من این بودش که تجربه کاریم بره بالا و حقوقم بیشتر بشه. برای کسایی هم که نمیتونن آسپیلدونگ برن، چون تو مهاجرت میکنی نمیتونی با آسپیلدونگ توی اتریش اقامت بگیری، بعد دانشگاه باشه. آره. ببین همینه، آنچنان فرقی نداره. تو دانشگاهت رو شروع میکنی و این قضیه رو داری یاد میگیری و همزمان میتونی بری یه پوزیشن کاری بگیری برای خودت. و همزمان که داری درستو میخونی همونجا هم داره تجربهات اضافه میشه، داره سابقه کاریت میره بالا و تازه که تو فارغ التحصیل شدی تایتلت هم گرفتی، ارتقا پیدا میکنی. درست میگم؟ دقیقاً. و اینقدر چیز سختی نیست که ای وای من چجوری برم درس بخونم. اگه مثلا ویزاشون دانشجویی منظورت نمیتونن آسپیلدونگ بگذرونن، برن فاخوخشوله. ویزای دانشجویی میتونه آسپیلدونگ بگذرونه ولی نمیتونه صرفاً بره آسپیلدونگ. باید دانشگاهی باشه. آره. بعد واحد پاس کنه تو دانشگاه. باید دانشگاه ولی فکر میکنم فاخوخشوله قبوله نیست؟ فاخوخشوله هم دانشگاه قبوله دیگه. بله. خب دیگه
اونم مثل یه چیزی مثل آسبیلدونگه، درسته؟ ببین اون مثل دانشگاهه، مثل یه چیزی بین هتل و دانشگاه فاخوخشوله. بیشتر عملیه. آره بیشتر عملیه. اونا هم اینطوریان که مثلا تو 2 سالی که میخونی لیسانس میگیری، بعد 3 سال فوق لیسانس. اینطوریه که مثلا تو همون سال اول واسه اونم کار خیلی زیاده، چون عملی یاد گرفته دیگه طرف. آره. مثل تئو نیست که پروفسور بیاد فقط حرف بزنه بره دیگه. خیلی براشون مهمه که تو عملی یاد گرفته باشی. آره واقعا همینه. تو مثلا بشین 10 سال کتاب بخون، وقتی بری شرکت نتونی کارو عملی انجام نتونی پرزنت کنی چیزی، به چه دردت میخوره؟ فقط حرف بزنی، باید نشون بدی یا نه؟ درسته. چقدر خوب بود واقعا. فکر می‌کنم این صحبت‌ها خیلی لازم بود که کردی. من خودم خیلی چیزا رو نمیدونستم و فهمیدم. پس برای کسی که توی مثلا سن 28 سالگی 30 سالگی میخواد مهاجرت بکنه، واقعا این آپشن رو در نظر بگیره. همش نگه که برم اونجا کار بکنم. برو شروع کن به درس خوندن رشته‌ای که فکر می‌کنی هم دوست داری، هم بازار کار خوبی داره، و تو اون میان تو مثلا کم کم با بازار کارش بیشتر آشنا میشی، کار پیدا می‌کنی. بعد تو محیطی. آره اصلا این خیلی مهمه خودش. اینکه تو محیط باشی، مثلا با 4 تا پروفسور اونجا دوباره آشنا میشی، کلی مثلا اون پروفسوره یهو مثلا میبینی شرکت داره میگه بیا واسه من کارآموزی بگذرون. من دارم وسوسه میشم برم دانشگاه. ببین همش میگفتم که من واقعا میلاد از درس خوندن خستم. خیلی سال دانشگاه رفتم، خیلی. بعد دانشگاه سراسری، دانشگاه تبریز واقعا سخت بود. یعنی باید واقعا درس می‌خوندی. اینجوری نبود که الکی مثلا نمره بدم به تو. واقعا درس می‌خوندم، نمره‌ام همیشه خوب بود. من معمولا الف بودم. گفتم بسته، من درسمو خوندم دیگه، نمیخوام درس بخونم. ولی چقدر ما گاهی وقتا داریم فکرامون محدوده و خودمون رو محدود میکنیم. هیچ بایدی وجود نداره. اوکی اصلا پاشو برو. یه جوری شده بود که پارسال گفتم یهو زد به سرم، گفتم میلاد میخوام برم از اول لیسانس بیزینس بخونم. گفت آره. گفتم آره من دارم خودمو محدود میکنم دیگه، بسته دیگه درسامو خوندم، میتونم از اول برم شروع بکنم. 4 سال دیگه من درسم تموم شده، تایتلم هم دارم و علاقه خودم هم هست، میرم این پوزیشن شغلی خوب میگیرم. و همین که ذهنمون رو داریم محدود میکنیم خیلی مشکل ساز میشه. چرا که اگه مثلا میخوای تو فیلد خودت باشی، مثلا همون آسپیلدونگ که گفتم، میتونی آسپیلدونگ مثلا 1 ساله فیتنس ترینر بگذرونی. اگه میخوای مثلا تو همون فیلد باشی. آره دقیقاً. آره یعنی خیلی آپشن خیلی اینجا زیاده. تو اصلا بگو، میگم مثلا چطور تو ایران طرف فکر نمیکنه من برم لوله کش بشم حتما باید دکتر بشه. اینجا اینطوری نیست. تو هر چیزی که تو ذهنت رو میتونی بری یه دوره‌ای براش بگذرونی و واقعا مطمئنی که بعدش کار هست برات. بچه‌ها یه سوال، تو احساس میکنی بین آدما با شغل متفاوت توی جامعه احترام متفاوتی قائل بشن؟ ما خواستیم بریم راجع به کردیت گرفتن برای خرید خونه صحبت کنیم. مهم بود که من پشت اسمم تیتلمو نوشتم که انجینیورم، یا حتی نوشت که مثلا دیپلم انجینیر فوق لیسانس. چون طرف میبینه که خب یه آدم معمولیه، خب میگه مثلا شادی خاقانی اوکی، ولی این که میبینه انجینیوره یهو تو ذهنش ناخودآگاه یه تغییری ایجاد میشه. آره یعنی هستش. اینجوری نیست تو مثل ایران که واقعا فخر میفروشن. آره اصلا اونطوری نیست. مثلا تو دانشگاه هم بریم، مثلا ما رئیسمون الان یه آقای 60 ساله است، ما همینطوری مارتین صداشی کنیم، مثلا دو مارتین یه دقیقه بیا اینجا کارت دارم. نکته من این بود، فخر نمیفروشم به خاطر اینکه من این کارم. نه یه کسی خودشو کم ببینه. نه اصلا اینطوری نیست. آره. لطفاً بفرمایید و اینا رو نداره. نه اونا رو نداریم. ولی توی جامعه بعداً بخوای یه کاری انجام بدی، این دید هست که طرف فوق لیسانسه یا مثلا طرف مکدونالد کار میکنه. بله. آره. ببین این طبیعیه. آره. واقعا هم اونی که بیشتر زحمت کشیده یا مثلا رفته این همه درس خونده، یه تفاوتی از لحاظ فکری اینا داره با بقیه و این تفاوت تو این مکان هست که به دردش میخوره. ولی مسئله اینه که به همدیگه دیگه فخر نمیفروشن، غرور ندارن، یا مثلا اعتماد به نفسش کم نیست بگه که من خیلی برام جالب بود رفتم توی کلاسی اینجا تازه اوایل که اومده بودم ثبت نام کردم، بعد آدمایی که توی کلاس من بودن از کشورهای متفاوت اومده بودن، یکی خیلی با افتخار گفتش که من مثلا دکترم، اونی که بغلش نشسته بود خیلی با افتخار گفت دختره گفتش که من کلنرم و اصلا اینجوری نبود که از این به بعد آره یعنی گارسونه که از این به بعد ببخشید فقط می‌خواستم کلمه رو دوباره تکرار بکنم. یه جوری نبود که توی جلسه های بعد اونی که گفته بود من دکترم بیشتر تحویلش بگیرن، اونی که گفته بود من گارسونم کمتر تحویل گرفته بشه. حتی اون دختره توجه بیشتری هم نسبت به خودش می‌گرفت، چون که انقدر مثلا با نمک بود قشنگ حرف می‌زد، همه بیشتر مثلا دوست داشتن با اون ارتباط بگیرن. و اینا برای من که تازه اومده بودم شادی عجیب بود.
چون سمت ما یکی میگه دکترم دیگه تموم شد، دیگه همه احترام، دیگه فقط آقای دکتر همه میخوان بفرمایید. ایران همه دکتر مهندس میشن دیگه، احترام میخرن در من اینجا نمیشینم شما باید اینجا بشینید، نمیدونم اول برای آقای دکتر بکشین، آقای دکتر بفرمایید شما اول بفرمایید داخل. من بدم میاد از این و اینجا خیلی خوشحالم که این قضیه نیست. مثلا میبینی رفتی بار، مثلا چه من رفتی رستوران، رئیس پشت نشسته اونجا، کنارش هم مثلا سوپوره با لباس سوپوری نشسته داره غذاشو میخوره. چون که اعتماد به نفس و عزت نفسش به این وابسته نیست که چه شغلی داره، اینو از در درون خودش داره. اگه هم نداره دیگه به شغلش مثلا اینجوری نیست که بگه من دکترم پس تمام نواقص من پوشیده میشه و من اوردی پذیرفته شدم همه جا چون که من دکترم. یا اینکه من مثلا شغلم اینه که مثلا کمک آشپزم و من اینو نگم چون که ممکنه پذیرفته نباشم به اندازه اون دکتره که اون خانم دکتره که اونجا نشسته. میدونی چرا؟ برای اینکه اینجا خود طرف تصمیم گرفته بره کمک آشپز بشه. تصمیم خودش بوده بره گارسون بشه. اگه میخواست دکتر بشه میتونه سر درس بخونه دکتر بشه، ولی خودش نخواسته. ولی تو ایران اینطوری نیستش که تو ایران کسی که واقعا تواناییشو نداره یا مثلا چه میدونم طرف حالا مثلا قشر پایین‌تر طرف پول نداره بره دکتر بشه، مثلا میره گارسون میشه که یه جوری زندگیشو بگذرونه. دقیقاً. یا در دورانی که باید کنکور میداده اینقدر ازش حمایت نشده که بشینه مثلا درس بخونه که واقعا رتبه خوب بیاره بره، شاید واقعا طرف توانمنده که میتونسته دکتر بشه، علاقه هم داشته ولی شرایطش جوش فراهم نبوده بشینه درس بخونه. یا مثلا اون یکی همین برعکسش اینقدر انتخابات دست آدما نبوده. خب الان که اینو گفتی یه چیز با مزه یادم افتاد. من اون موقعی که دانشگاه تکنیک میرفتم یه پروفسوری داشتیم که درس قوانین مثلا حقوق و قانونهای ساختمانی رو یاد میداد. بعد کلا اینجا کسایی که حقوق میخونن وکالت میخونن اصلا تیپشون فرق داره، کت شلوار کراوات میپوشن، نمیدونم دقتی مثلا دانشگاه اقتصاد بری حتی دانشجوهاشون هم شیک میان، ولی مثلا تکنیک بری مثلا یارو شلوار پاره پوشیده آره لشتور میاد. اینو قشنگ میبینی. بعد پروفسور ما هم قشنگ طرف کت شلوار مثلا شیک و کراوات و اینا میپوشید، هر روز با اسکوتر میومد. و من تازه از ایران اومده بودم، تو ایران مثلا اسکوتر برام مثلا 12 سالم بود تو خیابون داشتیم که میرفتیم مثلا بازی کنیم و اینا. خب من اینقدر تعجبی کردم که لامصب تو مثلا کت شلوار 2000 یورویی تنته با اسکوتر اینطوری مرد گنده اسکیپ سامسونتش هم دستش بود میومد اینطوری تلک 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 جلوی دانشگاه خیلی راحت جلوی دانشگاه قفلش میکرد میبست به یه چیزی داشتیم و میومد اونجا درس میداد. برات اون موقع عجیب بود؟ خیلی برام عجیب. مثلا تو ذهنم بود که طرف داره مثلا وکیله و داره این درسو تو دانشگاه تکنیک داره درس میده، حداقل یه پورشه که باید سوار شه بیاد مثلا. میدونی؟ ولی اینطوری نبود دیگه. مثلا میدیدی اون دانشجوه مثلا یه ماشین داره، دانشجوه با ماشین داره میاد، پروفسور دوست داشته اسکوتر سوار شه داره با اسکوتر میاد. منم اوایل خیلی برام عجیب بود. میدیدم ما یه بار جلو سازمان ملل بودیم و یه کارمندی از پله ها اومد پایین، مثلا ما هم دیگه یه لحظه اونجا نمیدونم رو نیمکت بودیم چی به اون داشتیم نگاه میکردیم. کارمنده انقدر خوش تیپ بود، یعنی از برند کفشاش از همه چیز کت شلوار اصلا مشخص بود که مثلا طرف یه سمت بالایی اونجا داشته که اومده بیرون. بعد ما اینجوری با چشممون اینو داشتیم دنبال می‌کردیم. یه لحظه که برگشتیم یه کوله سنگین چیز رو دوششه، بعد رفت دقیقاً دوچرخه‌شو قفل کرده بود با سوارش رو رفت. ما منتظر بودیم این دیگه بره مثلا تهش سوار یه لامبورگینی بشه آخه نمیدونم، ولی بعد دیدیم که چقدر زندگی رو راحت گرفتن. ببین این قضیه همون چشم هم چشمی است. دقیقاً. دیگه به این فکر نمیکنه چش یکی رو در بیارم یا هرس یکی رو در بیارم. به این فکر میکنه خودش چی دوست داره. دوست داره تو این مسیر دوچرخه سواری هم کرده، یه تحرک هم شده براش، یه ورزش هم شده، یا مثلا اسکوتر بیشتر حال میکنه. شاید هم یه ماشین داره تو خونه. آره. ولی اینو اسباب نمیکنه که بهش احترام گذاشته بشه. دقیقاً. چون این احترام همینجوری هم برای همه هست. و سیک نمیکنن، دنبال این نیستن که بهشون احترام گذاشته بشه. یا دخترها هم همینطور دنبال این که براشون توجه جلب بکنن لخت نمیشن. ببین برای این لخت میشه چون این لباسو دوست داره. من خیلی به این دقت کردم. بس اینجا لختم بشی کسی نگاه نمیکنه. اون توجه نمیگیری. نه. مثلا تابستونا میریم مثلا میریم کرواسی لب دریا، بعد اونجا یه قسمت داره که نیود بیچه، کلا مثلا همه باید مایاشون درارن،
یه تابلو هم زده عکس مایو، یه خط هم روش زده که اجازه نداری با مایو بیا اینجا. بعد مثلا ما میریم اونجا هیچ رو نگاه نمیکنه. بعد مثلا من و پاتریشیا خواهرم اونو نگاه کنه. مثلا بعد این همه سال که اینجا این چرا اینطوریه مثلا، ولی مثلا خودشون انگار نه انگار مثلا همینطوری خب یارو داره لخ قدم میزنه. چرا یعنی نمیدونم عادیه براشون، بعد یه مدت انگار عادی شده براشون دیگه، از بچگی همینطوری بزرگ شدن. یا مثلا اینکه لب دانوب همه با مایو و بیکینی و اینا دارن. خیلی موقع ها مثلا اینجا لب دانوب بری مثلا خانوما بالا تنشون هم در میارن به خاطر اینکه میگن که آره هم به خاطر این هم میگن چرا مردا نباید بزنن ما باید بپوشونیم. یه خورده فمینیستیشون مثلا میزنه بالا. این صحنه رو زیاد میبینی ولی کسی نگاه نمیکنه همینطوری. مثلا طرف داره والیبال بازی میکنه لخ. آره راست میگی. واقعا من یه ذره اوایلش برام یعنی خیلی زیاد عجیب بود و نگاه هم میکردم. نه اینکه مثلا نگاه کنم چیز خاصی رو ببینم. آره. برام عجیب بود، مثلا با تعجب نگاه میکردم و دیدم که هیچکی نگاه نمیکنه. نگاههای من داره این وسط خیلی تابلو میشه دیگه. منم الان دیگه نگاه نمیکنم. ولی فهمیدم یه نکته‌ای که گرفتم این به خاطر اینکه یه نگاه یه توجه بگیره هیچ وقت لخ نمیشه. این لخ میشه چون که این لباس رو دوست داره یا دوست داره این قسمت پوستش این رنگی بشه. ببین این فرهنگ توی مثلا جامعه ما متفاوته. اگر لخت میشن برای اینکه به اون قسمت نگاه بشه. همه نه ها، بعضیا واقعا شیکن و واقعا دوست دارن لباس به سلیقه خودشون بپوشن، ولی متاسفانه یه بخشی از جامعه هست که داره این فرهنگو تو اروپا داره میبینه از طریق سوشال مدیا یا هر چی و به یه نحو دیگه داره وارد ایران میکنه، در حالی که این قضیه اینجا فرق داره. یعنی اینا به یه دید و نگاه دیگه دارن اون طرز لباسو میپوشن. آره همونطور که اون پروفسور داره با اسکوترش دوست داره با اسکوتر بیاد دانشگاه، اون یکی هم دوست داره مثلا لخت باشه. برای گرفتن توجه ماشینه رو نمیاره، برای گرفتن توجه این لباسه رو نمیپوشه، برای گرفتن احترام نمیره درس بخونه. یعنی برای هر چیزی دلیل قانع کننده برای خودش داره. نمیگم که همه چیشون هم درسته، مثلا من با خیلی چیزاشون مخالفم، ولی حداقل این قسمتش رو قبول دارم که برای خودش در درونش اعتماد به نفس کافی رو داره و برای اینکه اعتماد به نفس بگیره به توجه دیگران نیاز نداره. یکی از دوستامون از ایران تمکن مالی گرفته، هر از گاهی میاد اینجا مسافرت رو برمیگرده با اینا. بعد این دختره به نظر من و به نظر خیلیا خیلی خوشگله، خیلی دختر خوشگلیه و اینکه حالا بماند که مثلا عمل زیبایی هم کرده، حالا مثلا سینه‌هاشو بزرگ کرده، باسنشو بزرگ کرده، صورتشو خیلی چیز کرده و اینا، ولی در کل مثلا انگار یه هنرپیشه هالیوودی جلوته، این شکلیه دختره. بعد این میاد اینجا یک کلمه با هیچکی تو خیابون حرف نمیزنه. نه تو بگو اصلا انگلیسی هستن، مثلا یکی بهش میگه هلو اصلا قرمز میشه، بنفش میشه، میره. بعد بهش میگم که فلانی تو که مثلا والا من اگه این قیافه رو داشتم تو خیابونا در حال عربده زدن بودم که همه منو نگاه کنن. ولی متاسفانه انگار اینجوریه که فقط به ظاهر انگار توجه شده و این ظاهرم دلیلش این بوده که اعتماد به نفس نداشته که اومده هی بخواد تو مثلا این اعتماد به نفس رو یه جوری تو ظاهرش هی نشون بده. اینجا مردم به خاطر خودشون هر کاری که خودشون دوست دارن انجام میدن دیگه. اون طرف به خاطر اینکه بقیه بهش توجه کنن رفته. خیلی فرقه بین اینا. خیلی کم در مورد این صحبت میشه. یعنی اینو اگه هر کدوممون رو خودمون کار، مثلا من همیشه دارم تلاش میکنم که اینو یاد بگیرم، منم بلد نیستم، اینو یاد بگیرم که اعتماد به نفسم رو خودم به خودم بدم. نیاز نباشه یه نفر اینو به من بده. چون ما اکثرمون، یعنی صادقانه و فروتنانه بخوایم بگیم، اکثرمون اعتماد به نفسمون رو از بیرون میگیریم، از تایید دیگران، از اینکه یکی تعریف بکنه، یکی خوشش بیاد، یکی بگه ایول، بعد تازه ما احساس خوبی بهمون دست میده. بچه اینا تجربه های ما بوده، چیزایی بوده که ما فکر میکنیم. اگر شما بینتون افرادی هست که مهاجرت کردین و یه چیزایی بوده که واقعا شوکتون کرده، براتون عجیبه، یا مهاجرت نکردین ولی بازم خب یه چیزای دیگه شنیدین یا میدونین، برامون کامنت کنین لطفاً، چون همه کامنت ها رو هم ما میخونیم هم بقیه بچه‌ها میخونن. اگر هم یه موضوعی هست که فکر میکنین من باید از شادی بپرسم و در موردش دوباره اطلاعات بگیرم، کامنت کنین که در موردش ویدیو درست کنیم براتون. مرسی که بودین تماشا کردین. تا بعد، خدافظ.